السلام علیکم یار دوستان. این یک ویدیو نبودیم و درباره آشخانه زمرفتی یکی از بهترین جاها است. آشخانه‌ش هم مانند همون گفتیم که چایخانه زمانی و عقیب نمیمونه. خیلی پیش خدمتاش هم نازد، خیلی افقاتاش هم میشه یکم دویم پستانی وارده میمونه. یه دویتش های از خیلی مفصومی لیچینی نیست، مفصوم دمگیری نیست، خیلی آدمو نمیبینم. یکی اینجا بکنم اودویک و کلان آدمی بسیار جا میشده اینجا. هر یک سال گذشت 5 تا آدم میشینه. حالا پرسیدم اینجا میگن بالا با گرفت 300 آدم جا میشته. اینجا خیلی تریتورش کلان پایم 200 نفر. کسی که معقول باشد با گنده جای تعریفی یعنی افهم راست خدمت های ناز میکنم. پس یعنی خدمت مردم دادم. چند خیلی جا اینجا تو بستم سرخی میشد چند روشکش میدارم کندیشنر بودم. ما استوپنکو داریم در نزدیکی همین 4م کورپسه. اینجا گاردروبشون، جای لباسکشی، جای دستشو، حاجتخانه، زنانه مردانه دارن. این ترتیب کوری آشخانه یک قاعده‌اش اینجا یکم ایتیجاش 200 آدم میبردن. بهار نه و نه زردال ها مغزه کرده. ویاشون نوداشون سرخه کشتاید. نه اگر ویدیو معقول باشد و همو گپو لایک و подписаться.